این عنعنه است. ما هیچگاه از آوازدهی در کنار نمیمونیم. امسال جوی بروکرسون خیلی بر وقت آواز می‌دهد. آوازدهی بر وقت راحت تر است. من آن را دوست دارم. از این رو او طبق خمیرش را یک سو گذاشته در نوبت برای آوازدهی بر وقتی ایستاده است. ما دائما سعی میکنیم بر وقت آواز دهیم. شما نمیخواهید که رای دهی را از دست دهید. 25 سال پیش همگی 7% رای دهندگان بر وقت آواز میدادند. امروز این رقم به 30 و 40% رسیده است. در ایالت کارولینای شمالی 60% رای دهندگان انتخابات پرزیدنتی بر وقت آواز دادند. فعلا این سبقت میانی ترامپ و کلینتون است. در واشنگتن شنبه اولی آوازدهی بر وقتی 2500 نفر رای دادند. رقم ها حاضر هم خیلی بلند هستند. در تگزاس هم رکورد گذاشته شد. در روز اولی آوازدهی بر وقتی در مقایسه با انتخابات پیشتر 2 برابر بیشتر آوازدهندگان اشتراک کردند. در ایالت تنسی آوازخوان معروف جاستین تیمبرلیک بر وقت آواز داد و دیگران را هم به آوازدهی تشویق کرد. و در ویرجینیای غربی نوبت آوازدهندگان قطع نشد. این مرد و همسرش از طرفداران کلینتون هستند. من بر وقت آمدم زیرا راهی آسانی آوازدهی هست. این طرفدار ترامپ دیگران را هم با خود آورده است. اگر آنها میخواهند بر وقت آواز دهند، من حاضرم آنها را پای صندوق رای برم، به شرطی که طرفدار ترامپ باشند. آوازدهی بر وقتی کمبودی هم دارد. با مرور زمان و تحولات نظری آوازدهنده می تواند تغییر یابد. تحولات روزهای اخیر، خطای یا تغییر سیاست و یا کدام رویداد سیاسی می تواند نظری آوازدهندگان انتخابات امریکا را تغییر دهد. ولی برای بعضی ها از حاضر این انتخابات دلگیر کننده شده است. من از انتخابات خسته شدم و می خواهم با آوازدهی من دیگر تمام شود.